چین اولین هیئت کیهانوردانش را به پایگاه فضایی فرستاد. سه کیهانورد چینی در این کشور همچون پیشاهنگ فتح کیهان شناخته می شوند. آنها برای اولین بار به پایگاه کیهانی تیانگون یا خودقصر آسمانی سفر نموده مدتی را آنجا سپری خواهند کرد. روز پنجشنبه 17 ایون کشتی کیهانی شنچژو 12 از پایگاه شوچوان واقع در بیابان گابی به هوا خیست. بعد کپسولا با کیهانوردان که در چین با نام تایکونوت معروف می باشند به مدار لازمه رسید. اولین اکیپاژ کیهانوردان چینی طبق نقشه در دوام 3 ماه در پایگاه فضایی تجهیزات را نصب نموده از جمله 3 دفعه به فضای باز می براید. سپس آنها در کپسول خاص به زمین برمیگردند. چین تصمیم گرفته است که در 12 ماه آینده کمش 11 اکیپاژ را به کیهان فرستد. پیش بینی می شود که پایگاه فضایی چین تا سال 2022 پرره به استفاده سپرده می شود.